همین فرضیت حج استاد جان بخشش همین باید هم انیختر کنم. همین اویله با مثلا زن با کی فرض میشد حج، مثلا هیچ جا کار نمیکند پولش نیست، من با فرض میشد میبردم. پول از آنی که باشد همون با فرض میشد. زنی که مثلا کار نمی کند به او حج فرض نشده است. کدام وقتی که از فضل و کرمتان، یعنی از زیادتیتان زنتان بردید، حج از ذمه‌اش ساقط میشه. یا یگان فرزندانش آینده به حج برد، همچون احسان به مادر خوب است. لیکن اگر رفت و پول نداشته باشد به خودی همون زن فرض نیست، چون که حج به آن آدمی فرض میشد که به رفت و آمد هم مادی و هم معنوی قوت و قدرت داشته باشد. جمله اینجا شاید اینو در نظر دارند که اون پولی کودک رو زن و شوهر جمع کردند. یعنی شاید هدفشان این باشد که زن رود به حج یا اینکه مرد رود به حج. زن تنها نمیرد، با زن میبرید. برای همین به هر دوتون اگر کفایتی کند هر دوتون میرید.